فشار و تهدید مقامات امنیتی و حکومت تاجیکستان بالای پیوندان فعالان سیاسی تا رفت بیشتر می شود. روز دوشنبه سنه 16 سپتامبر مناژ سید محی الدینوف پدر فتح الدین سید محی الدینوف فعال جامعه شهروندی معروف به محمد عادلبیک را رئیس ناحیه قبادیان فیض الله زاده ظفر خیرالله دعوت کرده زیر فشار قرار داده است. سراول رئیس جماعت تخت سنگین ناحیه قبادیان که گفته می شود نامش محرم یعقوبوف بوده است به خانه پدر محمد عادلبیک رفته گفته است شما را رئیس ناحیه به خاطر پسر و نبیره‌تان که در کنفرانس صحه در ورشو اشتراک دارند دعوت کرده است. باید عاجلا روید. پدر محمد عادلبیک سراول رد کرده است. بعداً گفتندش که باید حتما روید وگرنه بازوری خواهند برد. بعد حاضر شدن به حکومت ناحیه رئیس ناحیه پدر محمد عادلبیک را با علاوه تهدیدهای زیاد تحقیر و دشنام هم کرده است. رئیس ناحیه قبادیان فیض الله زاده ظفر خیرالله فرموده است حاضر به اداره کمیته امنیتی ملی ناحیه رفته خودت بگو که پسر و نبیره‌ام در صف اول کنفرانس نشسته شرکت دارند. به گفت فتح الدین سید محی الدین فعال جامعه شهروندی معروف به محمد عادلبیک به احتمال زیاد پدرش مناژ سید محی الدینوف را به اداره امنیتی ناحیه دعوت نموده بالایش فشار آورده اند. 16 سپتامبر سال 2019 روز آغازشوی کنفرانس صحه در ورشو بود که رئیس جماعت دهاتی تخت سنگین محرم یعقوبوف به خانه ما آمده پدرم را گفته است که شما را رئیس ناحیه قبادیان فیض الله زاده ظفر خیرالله دعوت دارد. وقتی که پدرم به مرکز ناحیه قبادیان رفته است رئیس ناحیه پدرم را گفته است که ما شما را با آن خاطر دعوت نمودیم که پسر شما با نبیره‌تان در کنفرانس صحه در ورشو در صف اول نشسته شرکت دارند. بعداً رئیس ناحیه جناب فیض الله زاده پدرم را تأکید نموده است که وقتی که به کمیته امنیت رفتی و حتما خودت بگو که در حقیقت پسرم با نبیره‌ام در کنفرانس در صف اول نشستند و آنجا اشتراک دارند. اینجا من به تمام مقامات قدرتی گفتنیم که اولا من اونجا شرکت ندارم و بعدا اگر شرکت هم می داشتم چه اشکالی داشت؟ چرا از تاجیکستان 10 نفر شهروندان می توانستند آنجا شرکت کنند و من نکنم؟ در آخر از تمام مقامات قدرتی طلب میکنم یعنی حق کنستیتوسیونی خود را طلب دارم که با بهتان با دروغ بالای خانواده های بیگناه از جمله بالای خانواده من که الان پدر 77 سالم را با بهتان فشار آوردید از این قانون شکنی های خود دست بردارید.